طلا عنصریه که از زمان کشف اون بشر برای به دست آوردنش هر کاری میکنه. طلا یکی از با ارزش ترین کشفیات انسان هاست که برای به دست آوردنش سرش دعواست. حالا میخوایم بریم ببینیم که بیشترین طلای جهان در کجا نگهداری میشه. برای کشف این طلاها باید بریم به ایالت کنتاکی در آمریکا و بریم سراغ ساختمون فورت ناکس، ساختمونی که شبیه ترکیبی از یک زندان و یک قلعه است. دیوار بیرونی این ساختمون از فولاده و در هر گوشه از این دیوارها اتاقهای نگهبانی وجود داره، دقیقا مثل یک قلعه. 440 کیلومتر مربع مساحت این ساختمون از گرانیت و بتون و فولاد ساخته شده. دور تا دور این ساختمون از حصارهای الکترونیکی که دیوار رو احاطه کرده وجود داره. کسی هم اجازه نداره در این ساختمون ورود کنه. مکانی فوق امنیتیه که فقط افسران مخصوص خودش اجازه رفت و آمد دارن. اینجا در اصل یک پایگاه نظامیه. اینجا یکی از قدیمی ترین پایگاه آمریکا هم محسوب میشه. حتی قبل از تأسیس کشور آمریکا در زمان جنگ انقلابشون هم از این پایگاه استفاده میکردن. از لحاظ استراتژیک یکی از مهمترین مناطق آمریکاه. بگذریم. در حال حاضر مقدار طلایی که در این ساختمونه بیش از 8000 تنه که بیشترین طلای دنیا رو در خودش جا داده. بسیاری از طلاهای موجود در فورت ناکس تا سال 1935 در شهر نیویورک و همچنین فیلادلفیا نگهداری می شده، تا اینکه فورت ناکس رو به عنوان منطقه امن‌تر انتخاب کردن و هرچی طلا داشتن به اونجا بردن. علت این کار اینه که مخازن طلا قبلا در کناره‌های آمریکا و دسترسی راه‌های آبی به آن بود و دشمنان به راحتی میتونستن از طریق دریاها به این منابع دسترسی پیدا کنن. واسه همین تصمیم گرفتن که به کنتاکی ببرن. این گاف صندوق بزرگ فقط در عرض 2 ماه ساخته شد، برای اینکه آمریکایی‌ها ترسیده بودند که جنگ جهانی دوم شروع بشه. به خاطر همین سریع اقدام کردند به ساختن این ساختمون. حمل این طلاها توسط ارتش نظامی و ماموران مخفی از طریق راه آهن از فیلادلفیا و نیویورک به فورت ناکس انجام شد. هزینه ساخت فورت ناکس چیزی حدود 475,000 دلار بود. جالبه که هزینه حمل و نقل این طلاها که به فورت ناکس برسه نزدیک به 4 میلیون دلار بود. تقریبا 10 برابر هزینه ساخت فورت ناکس پول مصرف شده. در این ساختمون علاوه بر طلاهای آمریکا، منابع تاریخی مهم و اسناد و مدارک و همچنین کتابخونه کنگره آمریکا که بسیار چیزای مهمی در اون وجود داره رو به این ساختمون انتقال دادن. اما همه این اقلام به طور دائم در کنتاکی نگهداری نشد. در سال 1944 جنگ جهانی دوم در حال اتمام بود. امنیت آمریکا هم که داشت بهتر میشد. برای همین هم تصمیم گرفتن که بسیاری از چیزایی که از کتابخونه کنگره برده بودن رو برگردونن. زمانی از جنگ جهانی دوم نگذشت که جنگ سرد شروع شد. حالا فورت ناکس هم بیش از هر زمانی پر اهمیت‌تر شد. پس از جنگ جهانی دوم آثار ارزشمند دیگه ای رو در فورت ناکس نگهداری می‌کردن. آثاری مثل تاج سنت استفان بود که توسط گارد سلطنتی مجارستان و همچنین جواهرات ارزشمند دیگه مجارستان هم قبل از اینکه به دست شوروی برسه به آمریکا برده شد. این جواهرات تا سال 1978 در آمریکا موند تا اینکه اوضاع جنگ خورده بهتر شد و بنا به درخواست خود مجارستانی‌ها این جواهرات به کشور خودشون بازگشت. در زمان شروع جنگ سرد در فورت ناکس تریاک و مورفین نگهداری شد. این کار به خاطر این بود که آمریکا نگران شده بود که تمام زمین‌ها و مناطقی که قابل کشت تریاک افتاده بود دست شوروی. تریاک هم که مهمترین ماده اولیه ساخت داروه. این فرایند بیش از 20 سال انجام شد تا زمانی که آمریکا مطمئن شد مشکلی برای آنها پیش نمیاد و تصمیم گرفت که این تریاک‌ها رو به شرکت‌های داروسازی پخش کنه. هیچ فردی جز افراد مشخص شده اجازه ورود به فورت ناکس رو نداشتن.
حتی رئیس جمهور آمریکا. در طول تاریخ آمریکا فقط یک رئیس جمهور تونست که به اونجا بره. ایشون تونست، آقای فرانکلین. اینم نذاشتن که بره از طلاها بازدید کنه. فقط برای افتتاح اونجا اومده بود. از زمان افتتاحش به بعد تا سال 1974 در این ساختمون بسته موند تا اینکه اعضای کنگره اجازه ورود برای بازرسی این انبار رو پیدا کردن. این اجازه هم که دادن به خاطر تئوریایی بود که به فورت ناکس میزدن اون زمان. میگفتن که دروغه و این همه طلا رو نمیشه در یک جا نگهداری کرد. به خاطر همین اعضای کنگره رو برای بازرسی به اونجا فرستادن. این کار برای خنثی کردن این شایعه بود. بعد از اینم تا سال 2017 درهای فورت ناکس بسته باقی موند تا اینکه وزیر خزانه‌داری ترامپ به همراه فرماندار ایالت و همچنین مقامات گردنکلفت دیگه اومدن و از فورت ناکس بازدید کردن و بعد از این بازدید دوباره درهای فورت ناکس بسته شد و از 2017 به بعد تا الان هنوز کسی از مقامات نرفته به اونجا. این انبار به خاطر امنیت بالایی که داره به فورت ناکس معروف شده، به معنای امنیت و ایمنی بالا. اگه طلای فورت ناکس واسه شما بود چیکار میکردید باش؟ حتما داخل کامنت ها بنویسید. خوشحال میشم که ما رو حمایت کنید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.